ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سعید علی حمدانی. میر سعید علی حمدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. خدمت میر سعید علی حمدانی در رشد ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس نیز بزرگ بوده. آفریده‌های او نمونه بهترین آثار لیریکی عرفانی و اخلاقی به شمار می روند. او در این جاده عنعنه‌های دانشمندان برجسته شرق، شیخ رئیس ابوعلی سینا، عمر خیام، ناصر خسرو قبادیانی، حکیم سنایی، شیخ عطار، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه نصرالدین طوسی و دیگران را ادامه داده است. در اشعار امیر حمدانی انعکاس مسئله‌های اخلاق و تصوف، معرفت و معنویت، مقام و منزلت انسان و ترنم عشق الهی و انسانی جای سزاوار دارد. میر سعید علی حمدانی شعر را واسطه مناسب و موافق بیان اندیشه‌های عرفانی و اخلاقی و اجتماعی خود قرار داده. همچنین در رشد و گسترش زبان و ادبیات تاجیک و فارس خدمت شایسته را به انجام رسانیده است. در اشعار میر سعید علی حمدانی آهنگ عرفانی با اندیشه‌های تعلیمی خوب آمیزش یافته، افاده‌های رمزی، اندرزهای حیاتی و ترنم کردار و عمل‌های شایسته خیلی زیاد به نظر می‌رسند و آنها با مقصد درست تعلیم دادن انسان و با عفت و قناعت پیشه به وای رسیدن وی تألیف شده، همچون در معنوی برای تشکل جهانبینی انسان خدمت می‌نمایند. فرخنده باد روح بزرگان ملت، آفرندگان آثار بیگزند معنوی و ستایشگران اخلاق و ادب. بگذار همیشه علم ثابت قدم، معرفت پیش قدم، معنویت با برار و فرهنگ ملی پایدار و استوار باشد. در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب میر سعید علی حمدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگری بخش چهره‌های ماندگار به روزگار و آثار کمال خوجندی، بنیادگذار کاخ عظیم سخن، آشنا خواهیم کرد.